الان این راننده خودت که اینطوری عکس میگیری میخنده. آره آخه میگه اینجا اصلا ایرانی نیست. آخه میگه این چوکا البته نمیشناسن درسته؟ قیافه متوجه نمیشن مردم اینجا این ایرانیان، ولی خب میگه این چرا عکس میگیره. جالبه براشون. وای چقدر قشنگه. نگاه اونا خونه واقعا اونا چیه اونا؟ چه خوشگلن. تپه ها چقدر سرده نمیتونم حرف بزنم. خیلی سرده. اون مدرسه است آره؟ اون مدرسه است؟ نه کدوم؟ اینا نشستن داره اونجا؟ ببینم ماشین آره واسه برامون حرف بزن کوچولو. نگاه کن نگاه کن کوچولو مغروره. اینم یه ساختمونه. ساختمونی چیه؟ ساختمون اونجا چه قشنگه بریم اونجا. اونجا چیزه. اونجا چیه؟ نگاه اون خانه آخری چه خوشگله. خونه های مال خودت. بله. الان خودت به من درستی بگو ببینم اونجا خودت چند روز میخوای بری؟ من 15 روز اینجا میمونم میرم نمیتونم اینجا. بگم 15 روز میخوای اجاره بکنی که خودش به من میپرسه. آره دیگه آره اینجا اصلا ایرانی نیست. من اینجا میترسم. خب آره 15 روز میپرسم که خودشون بگم چند روز. آره الان میخوای بگردی ولی بذار مبلغشو خودم. فارسی بلده؟ نه ارمنی خودش. چی بگم؟ بذار میریم باشه. من به تو میگم تو به اون بگو. مبلغشو یکم کم بگیر چون من ندونستم اینجا اینجوریه. ولی اصلا نمی آمدم اینجا شهرستان کوچیکیه اصلا ایرانی هم اینجا نیست.